گنز RS یا گن 356 RS ورژن پیشرفته همون گن R هستش. جعبه مقدار متفاوت شد در این ورژن و یه دفترچه البته این زیر ببینید چی داره. کارت خود شرکت رو داره که اگه این اسکرچ بکنید تو سایت گن برید میتونید از یه سری آموزش‌های رایگان استفاده کنید. البته آموزش‌ها خیلی آموزش‌های سطحی هستن، خیلی به دردمون نمیخوره. اینا که دفترچه معروف گنه که تو همه تولیداتش معمولا میذاره. الگوریتم‌های سرعتی رو اینجا تو این دفترچه توضیح داده، فقط الگوریتم‌ها رو گفته، یعنی توضیح دیگه ای نداده. اینجا هم در مورد یه سری الگوریتم مبتدی گفته و اینا آنچنان چیز به درد بخوری نیست. ولی اگر میخواین سرعتی یاد بگیرید، فقط از روی الگوریتم میخواین حفظش بکنید، میتونه به عنوان یه دفترچه که همراهتون هستش کاربردی باشه. یه ضربه گیر، خود روبیک واکیوم شده، برچسب QC شرکت گن رو داره. گن یه خطی داره که کاملا روبیک ها رو بعد از تولید QC میکنن، کنترل کیفیت میکنن. این روبیک میان رده حساب میشه در بین روبیک ها، ولی برای شرکت گن جزو اولین روبیک های ارزان قیمتش هستش. اسفند 1400 این روبیک هولوش قیمتی 800-900 تومن رو داره و کاملا ارزونه برای شرکت گن. یعنی شما فکر میکنم اگه اشتباه نکنم ارزون ترین روبیک که میتونید با لوگوی شرکت گن تهیه بکنید همین RS هستش که خب در رقابت با روبیک MP قرار میگیره و از شرکت کایوای که MP تنظیم پذیری داره، مگنتیک هستش و این روبیک ساده است، مگنت نداره. از معایبشه که میتونیم بگیم خب روبیک مگنت نیست. تنظیم پذیری این روبیک هم بذارید این رو بازش بکنیم ببینیم، اسپرینگ هستش. همونجوری که میبینید از تکنولوژی اسپرینگ های گن استفاده شده درش، ولی تنظیمش با دسته و آنچنان تنظیم عجیب غریبی هم نداره. خب همین که اسپرینگ هستش میتونه جذاب باشه. اینجور که من میبینم در دو حالت هم اسپرینگ هاتون تنظیم میشه که یه مقدار شلش میکنه، یه مقدار سفتش میکنه. خب خدمت شما عرض کنم که این روبیک رنگ بندیش ماته، یه رنگ بندی بسیار بسیار جذاب و تو دلبرو و معرکه داره. بریم سراغ گرش سطوح. گرش سطوح که عالیه، انقدر راحت سطوح میچرخن، تازه هنوز روغنکاری نشده، تنظیم هم نشده، انقدر راحت میچرخن که شما واقعا کیف میکنید. یعنی دیگه از این بهتر نمیشه برای یک روبیکی که مگنت هم تازه نیستش. وزن خیلی وزن سبکیه، فکر کنم 60-70 گرم باشه، همین حدوداست. وزن اصلا سنگینی نداره. زاویه چرخش رو بریم تست بکنیم. همونجوری که میبینید زاویه چرخش خیلی سریع سویچ میشه. سرعت کورنر کات خیلی بالایی داره. این نشون میده که فنرهای بسیار خوشجنسی هستن. چقدر راحت و چقدر سریع میاد سر زاویه قرار میگیره. این واقعا ویژگی‌های خوبی هست. ببین کن اینجا 45 دیگه، یعنی به نیمه روبیک رسیدیم. حتی شما رو 45 درجه میتونید ردش بکنید. کات ریورسش هم با هم دیگه بررسی می‌کنیم. خیلی کات خوبی داره. این روبیک از نظر زاویه چرخش عالیه. نگاه تا کجا من بردمش و میزنیم خیلی راحت. خب بریم چند تا الگوریتم بزنیم با هم دیگه. سرعت اجرای الگوریتم کاملا سرعت اجرای الگوریتم خیلی خوبه. خب چیزی که میبینید توش گیرایی که داره لاکاپ نیستش، اصلا لاکاپ نداره. این فقط به انگشت گذاری بستگی داره. اینجایی که میبینید نمیشه گفت اصلا لاکاپ نداره، لاکاپ خیلی کم داره، اینجوری بهتون بگم، چون نمیشه گفت اصلا لاکاپ نداره، بالاخره گیر میکنه. ولی خیلی زاویه چرخشش و گردش سطوحش خیلی داره بهم کمک میکنه. یعنی دارم با تمام سرعتم میزنم و میبینید راحت الگوریتم اجرا میشه و سریع اجرا میشه. ببینید فرق روبیک با روبیک همینه ها، چقدر سریع الگوریتم داره اجرا میشه. لایه وسط عالی. خیلی روبیک خوبی بود. تو تست سرعت خیلی روبیک خوبی بود. واقعا برای شروع حل سرعتی کاملا گزینه مناسبیه. میتونید تا نیمه راه هم باهاش برید. از جذابیت ها و مزایا، رنگ بندی ماتش که روی لوکیتتون خیلی تاثیر میذاره.
گرش سطوح بسیار بالا، زاویه چرخش فوق العاده، سویچ خیلی خیلی سریع بین زاویه ها، بین سطوح، اینا همه مزیتاش هستش. اسپرینگ بودنش مزیت، راحت با دست تنظیم شدنش مزیته. معایبش نداشتن مگنتش از نظر من عیبش هستش. تنظیم پذیری پایینش خب مثلا 8 مدل 10 مدل تنظیم پذیری نداره، پس شخصی سازیش محدود هستش، اینم باز جزء معایبش میتونه باشه. اینکه باکس نداره، لوازم جانبی نداره، میتونه جزء معایبش باشه. البته معایبی که قابل چشم پوشیه، ولی خب اینا عیباش هستش. اما در کل امتیاز خیلی خیلی خوبی از من گرفت و واقعا راضی کننده بود.